شما زمانی میتونید به امام زمانتون کمک کنید که خوب باشید و هر روز خوبتر بشوید، خیرتان به مردم برسد. آقا کار سختی نیست. بعضی میگه آقا ما رمضان چی کار کنیم؟ آگاهی خودتو بر بالا، وظیفته. 2 تا شبهه به تورت خورد نلرزی، گشتی آگاهی تو بر بالا. بعد که آگاهی رو پیدا کردی دست رفیقت هم بگیر، باید کار بکنی عزیز دل من. تو دعوا نمیتونی دعوا کنی، کد که میتونی نگهداری. بی انصاف از چوب لباسی هم نیستی. هر کسی یه کار از دستش برمیاد. این چی کار باید بکنی بستگی داری تو چی هستی، تو کی هستی، چند مرده حلاجی، چی تو جنم داری، چندی به قول این داشمشتی ها، چندی. بستگی داره. نگاه کن، از رفتگر باشی میتونی کار کنی تا رئیس جمهور بالاتر. چرا نشه کار کرد؟ این سوال رو مخ من خدا وکیلی. چیکار کنیم برای امام زمان؟ آی رو مخ منه. این دقیقاً کسی که نمیخواد کار کنه اینو میپرسه. نوشته وظایف منتظران مکیال المکارم، 80 تا وظیفه نوشته، برو انجام بده. 80 تا وظیفه. اصلی ترینش اینه، معرفت تو بر بالا، پاک کن خودت از گناهان، مردم آگاه کن. نیست تو